بسم الله الرحمن الرحیم. ناگهان روزی به تقدیر خدا، کارساز صانع ارض و سما، می گذشت عیسی کنار دجله، دید در صحرا فتاده کله بود افتاده و از تن جدا، گوشت و پوست و موی و گشته فنا، عقد دندان ها هم بگسیخته، مغز او با آب و گل آمیخته. مسکنی زنبور جای موریان، همچو برف اسپید گشته استخوان، کاسه چشمش پر از خاک سیاه، بر دو گوشش ماران کرده راه. کرد عیسی سوی آن کله نگاه، در تعجب ماند و گفت یا اله، آفریدی خلق را از نور پاک، پس ذلیل افکندی بر روی خاک. عیسی مریم بگفت ای ذوالجلال، قادری قیوم و حی بی زوال، یا الها حق بی چون نام تو، حق صنع و قدرت احکام تو، ای به حق ذات پاکت بی نیاز، برکشا بر من در احوال باز. تا بدانم من که این سرگشته کیست، اندر این عالم همی چون کرد زیست. حال عمر زندگانی در چه داشت، حال او دانم که مرگش چون گذاشت. در لحد چون شد جوابی آن دو تن، تا بدانم من سخن را از تو من. جبرئیل آمد ز نزدیکی اله، گفت عیسی هرچه میخواهی بخواه. گفت میخواهم که این پوسیده سر، باز گوید حال خود را سر به سر. گفت جبرئیل ای رسول حق تعال، حق همی گوید بپرس از کله حال. در سخن آید بپرس از وی سخن، تا بگوید با تو احوالی کهن. پس ندا بر وی رسیدی آن زمان، هرچی میخواهی بپرسش این زمان. رفت عیسی سوی آن کله فراز، گفت ای کله به حق بی نیاز، بازگو احوال خود را مو به مو، خوب رو بودی تو آیا زیش رو. جنتی بودی و یا خود دوزخی، مدخلی بودی و یا مردی سخی. پادشه بودی و یا مردی گدا، محتشم بودی و یا خود بینوا. کار و کرداری تو در عالم چی بود، اهل حیران بوده یا اهل سود. گفت کله کیستی برگو مرا، آمدی در پیش من این نیک راه. گفت من پیغمبرم عیسی به نام، خلق عالم را ز حق دارم پیام. بهر من این دم به فرمان خدا، بازگو احوال خود سر تا به پا. گشت گویا کله بر فرمان حق، میزدی بر شرح حال خود نطق.
کل آمد پیش عیسی در سخن، گفت یا عیسی منم مردی کهن. وانگهی کل سخن آغاز کرد، سرگذشتی خویشتن را باز کرد. گفت کله بشنو از من این سخن، تا بگویم بر تو احوالی کهن. گوش کن این نقطه تو از حال من، تا بگردی واقف احوال من. اندکی گویم ز شرح حال خود، باز گویم حال خود را آنچه بود. کله برگفتا که من سلطان بودم، در قطار جمله شاهان بودم. پادشاه بودم به ملکی مصر و شام، شرق و غربم رفته بود این یک نام. 7 کشور بود در ایوان من، ای مشتری میتافت در ایوان من. 100,000 بنده رومی بنام، 100,000 دیگری زنگی غلام. 100,000 ترک اطلس پوش بود، 100,000 خلق در گوش بود. صد هزاران بود امیران سپاه، هر یکی با زینت و تاج و کلاه. 60,000 بود مردی پهلوان، هر یکی بگزیده تر از دیگران. در پسم استاده بودن روز و شب، زهرکی بودشان که جنباند لب. 30,000 بود کنیزک همچو ماه، هر یکی بازی و تاج و کلاه. 40,000 فیل بودی آن زمان، هر یکی را بود تن کوهی گران. 100,000 مشتری اسپید بود، 100,000 سرخ موی و نیک بود. باریشان بود لعلی زرنگار، جمله مروارید و درها بود بار. 100,000 بود اشتر سیاه، این همه پربار بودن سال ماه. مال من از مال قارون بیش بود، 100 چو قارون بر درم درویش بود. نام من بود از سلطان جمجمه، من شبان بودم همه عالم رمه. از نباتاتی که باشد در جهان، از زر و از سیم ای سروی روان. خیمه های خوب و چتر شاهوار، بود او را این بسی این نامدار. اسب نامآور 1000 اندر 1000، جمله با ترک و سلاح و کاربار. نیزه دارانم مرا در پیش بود، طبل نی و طبخم از حد بیش بود. جمله بگرفته بر اطرافم قرار، زان که بود افزون ز حدی مورمار. گنج ها بنهاده بودم در جهان، کس نمی دانست او را ترجمان. 5,000 سگ به وقتی سید باز، 10,000 بود چوز و یوز باز. 100,000 بود میرانی 1000، مرد سیدی بود 1000 اندر 1000. ساقیانی مجلسی من 40,000، 100,000 کرسی زر نگار. خاتونان ماه پیکر در جهان،
1000 بود خورشیدی روان 10,000 کشک بودی شاهوار جمله با تخت و لباس و زرنگار 100,000 پر بود با تاج و زر هر یکی مانند خورشید و قمر کشت و کار و غله و انبار من بود از حد بیش کار و بار من مطبخم در کار می بودی مدام 30,000 مطبخی بودی بنام جمله درویشان و مسکینان شهر از طعامی مطبخم بردند بهر 10,000 تخت بودی شاهوار جمله بازی بود لباسی زرنگار کس با هم را ندانستی شمار زان که افزون بود ز حدی مورمار جبه پوشانیم ز من بیش بود طبل و نای و طوقم از حد بیش بود این چنین شاهی که بودم در جهان حال من این است یا عیسی بدان گفت عیسی چند بودی در جهان بازگویی عمر خود را ترجمان گفت عمرم 770 بود با چنین دولت که بودم رهنمود گفت عیسی چند سال است این چنین گشته با خاک و با گل هم نشین 950 سال است مردم حسرتی دنیا با عقبا بردم گفت عیسی مرگ را چون بوده لب به زهر مرگ چون آلوده حالی نزع و کندن جانت بگو اندر آن دم چشم گریانت بگو گفت من یک روز بودم در شکار با وزیر و چاکران بیشمار سیر می کردم میان کوه دشت در دلم ناگه سیاهی درگذشت ترک کردم من شکاری آهوان بازگشتم سوی قصری خود روان چتر شاهی بر سرم افراشته غلغله اندر جام انداخته چون رسیدم بر سری یک جای من لرزه‌ای افتاد سر تا پای من جان من در آتشی تاب افتاد 7 اعضایم به غرقاب افتاد از طبیبان و حکیمان جهان جملگی نازل شدند آن زمان یک به یک می آمدن نزدیک ما چاره می کرد و نمی دیدن دوا شربتی مرگت چو می باید چشید مرگ را درمان کجا آید پدید گرد مردن بر رخم بنشسته است سر قدم بر زمین گردیده پست 7 روزی چون برآمد ناگهان صورتی آمد پدید از آسمان صورتی دیدم که او را 4 دست 4 رویش بود اکنون نیز هست دست رویش آتشی افروخته دست رویش بود خشم انگیخته دست رویش بود چون خورشید و ماه دست رویش بود چون ظلمت سیاه روی آتش را به سوی من نمود دست آتش را به سوی من کشود
آتشی بر جانم از دستش فتاد، آن زمان جانم کشاکش برنهاد. جنگلی و همچو چنگال پلنگ، جنگلی و همچو بر من میفکند. میکشید از ناخن من تا میان، یا نبی الله چی گویم شرح آن. گشته بودم آن زمان بی پا و سر، بود صد شمشیر نیزم بر جگر. گر زبانم لال نبودی آن زمان، نره میرفتی مرا تا آسمان. زان همه فرزند و از خویش و تبار، آن همه گنج و سپاه و کاربار. هیچ کس بر من نخشنود آن زمان، هیچ کس چاره ندیدم در زمان. پس بصد زاری و صد جبر و جفا، جانم از تن برد آن کون وفا. چون درختی عمر من در هم شکست، دست همت راه انفاسم ببست. جان شیرین را بدادم دریغ، گشت پنهان آفتابم زیر میغ. عیسی مریم بگفت ای جمجمه، حال گورت را بگو با من همه. تا چی بود در گور با تو سرگذشت، حول آن منکر نکیرت چون گذشت. از عذابی قبر از بیمت شمار، تا چی دیدی اندر آن دارالقرار. چشم پوشیدم از این دنیای دون، سوی مرقد کرد ما را رهنمون. ساختن بر مرکبی چوبین روان، سوی گورستان بردندم دوان. چون مرا اندر لحد انداختند، بر سری قبرم عمارت ساختند. عالمی دیدم همه زاری کنان، یار و لشکر جمله از پیر و جوان. ناگهان بشکافتند گور آن زمان، پیش من آمد دو شخصی پهلوان. دو فرشته بود آنجا در کمین، هر یکی با یک عمودی آتشین. طلعتیشان سیاه اندود بود، هر یکی مانند کوه احد. هر یکی بود دهان سر بسر، از زمینی گورشان تا فرق سر. آتشی جست از دهانشان آن زمان، دود از بینی روان شد روزنان. هر یکی را چشمها چون مشتری، سبز و ازرق بود بر آنها سری. هر یکی را یک عمودی آتشین بود، با خود بشنوی مرد گزین. طلعتی ایشان بدیدم اینچنان، برکشیدم نره و آه و فغان. همچورت آواز خود برداشتند، هیبتی بر من قوی بگذاشتند. وانگهی پیشم به پا برخاستند، هر یکی از من حکایت ساختند. گفت ربت کیست دینت را بگو، وانگهی راه یقینت را بجو. کیست پیغمبر تو را در روزگار، چون بگویی گردی از ما رستگار. آهم آمدی اندر دهان، من ندانستم چی گویم ترجمان. نی خدا دانستم نی دین داشتم، نی رهی پیغمبری بگذاشتم.
چون ندانستم جوابی هر دوشان، ضربتی بر من زدندی آن زمان. از عمودی سخت بر فرقم چنان، ریزه شد مانند خاکم استخوان. کور و کر بودی ز صنعی کرد و کار، صنع او را می نکردی آشکار. این بگفت و زد عمودی دیگرم، تا به قعر دوزخ افکندی سرم. در میان آتش افکندن مرا، چاره هرگز نبود آن دم مرا. آتشی افروختند اندر میان، ناله می کردم بسانی مدبران. 100,000 شیر افسون می درید، 100,000 مار و گژدون می گزید. آب خوردم از حمیمش چون طعام، از زقومی دوزخش خوردم مدام. چون ز زرداب جحیمش شد طعام، زهر بود از مار و از گژدون مدام. 950 سال است این چنین، گشته‌ام با اهل دوزخ همنشین. بود این جمله عذابی مخبرم، در قیامت تا چه آید بر سرم. وصف اوصافم شنیدی همچنان، حال من این است یا عیسی بدان. چون این آیت کرد قادر در برم، آمدی پیغمبری حق بر سرم. عیسی مریم برفت از هوش باز، چون به هوش آمد بگفت آی بی نیاز. در سجود افتاد عیسی در یقین، گفت آمنا و رب العالمین. هیچ مؤمن را به قهر خود مسوز، پرده ایمان را به لطف خود بدوز. زنده گردان بعد از آن این مرده را، می توانی زنده کردن مرده را. بس به فرمان خداوندی ودود، جمجمه را جان بیامد در وجود. روی او مانند ماهی آسمان، قد او مانندی سروی روان. ریش او مانند ریش کهل بود، عقد دندانهاش دری سهل بود. چشم خود بگشاد عیسی را بدید، وانگهی بر دست و پای او تپید. گفت یا عیسی چه گویم این زمان، کار من آخر چه باشد در جهان. گفت عیسی روی خود کن بر زمین، گوی آمنا و رب العالمین. جمجمه فی الحال ایمان آورید، گشت مومن دینی ز عیسی برگزید. در نماز و روزه بودی و مدام، در 40 روز اندکی خوردی طعام. مدتی در خدمت عیسی بودی، بعد عیسی هم بدان معنا بودی. 60 سال اندر رهی یزدان برفت، عاقبت با دین و با ایمان برفت. چون به وقتی مرگ آمد سالی او، قابض روح آمدی بر جان او. آب کوثر از بهشتش آورید، روح او با نور ایمان برکشید. جای گوری او بکندن آن زمان، گوی آن جایی که اول بودم. چون ورا در قبر بنهادند زود، گوری او مانند باغی گل فزود. منکر آمد با نکیرش گفت هم،
تا چی داری این زمان از ترجمان. گفت حق دارم رسولی پاک دین، مؤمنم بر من نگیرید خشم و کین. نیستم چون بار اول این زمان، مؤمنم بر دین عیسی جاودان. گفت منکر با نکر این مرد دین، خوش شدی من بر رب العالمین. در امانی حق امانی جاودان، خوش بیاسا در امانی در امان. جای گورش روزه گردید زود، حق تعالی نور در گورش فزود. گر تو داری عقل این را پند گیر، پند از این بهتر نباشد دلپذیر. گر تو داری عقل این را پند گیر، پند از این بهتر نباشد دلپذیر.